بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله. دوستان گرامی قدر، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یکی از حدیث های مبارکشان که حضرت ابو هریره روایت میکند میفرمایند: عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. پیامبر رحمت در صحیحین این حدیث مبارک را برای ما بیان می‌دارند و ما را از چند عمل زشت و از چند عمل بد هشدار می‌دارند. حدیث چنین شروع می‌شود که نشانه نفر منافق سه است و در حدیث دیگری هم که در صحیحین وارد شده است یک نشانه دیگر ذم کرده می شود، 4 نشانه. همین از پیامبر رحمت می گوید که نشانه منافق یکمین نشانهش این است که وقتی که سخن می گوید دروغ می گوید، و نشانه دومش این است که وقتی که وعده می کند مقابل وعدهش خلاف می کند، خلاف وعده خود کار می کند، و این چنین وقتی که امانت گذاشته می شود به امانت خیانت می کند. و حدیث دیگری که با او اشاره کردیم در آن گفته شده است که وقتی که غضب کرد با یک نفر جنگ و جدال کرد دشنام می کند. دوستان عزیز، پیامبر رحمت می خواهند که ما از اهل جنت باشیم. پیامبر رحمت می خواهند که ما خوش اخلاق باشیم. اول این که ما دروغ نگوییم و دروغگویی عمل مسلمان نیست، عمل است که اسلام عزیز او را مذمت میکند، او را منع کرده است، و این چنین با خود وعده را باید ما وفا کنیم و در امانت خیانت نکنیم. متاسفانه در جامعه امروزه بسیار هم دیده می شود که نفران زیاد دروغ میگویند. دوستان گرامی، این دروغ انسان را در همین دنیا آبرویش را کم میکند. این دروغ انسان را از صدق دور میکند، بلکه صدق در دین ما امانت است. ما باید صادق باشیم و خوش اخلاق باشیم و به سبب دروغ گفتن خود را در بدی این دنیا و آخرت قرار ندهیم. دوم این که اگر وعده که بر نفر میکنیم، حتی که وعده که یک نفر رو اگر وعده میکنیم که امروز است یا فردا هست یا بعد از 1 ساعت است با شما واخوری داریم، همین رو حتی ما نباید که در وعده خود خلاف کنیم، یا هر وعده دیگری که بر برادر خود میگذاریم بر نفر دیگر وعده میکنیم باید در وعده خود وفادار باشیم. و عمل سوم که امانت است، در امانت ما باید احتیاطکار باشیم. یک نفر حتی اگر سخن برای ما امانت میگذارد باید امانت را پاس بداریم، و این چنین اگر مال هست متاع هست بر ما گذاشته می شود باید پاس امانت را بداریم، و این چنین در غضب خود را باز بداریم که دشنام نکنیم، سخنهای قبیح نگوییم. و زیر این حدیث علما سخنهای زیاد دارند. وقتی که حدیث نام نفاق را اشاره می کند و قول راجح همین است که امام قرطبی آوردند، میگویند که نفاق 2 نمود است، 2 طرز می شود. نفاقی که در اعتقاد است و همون نفاقی که قرآن از منافقهایی که در اطراف مدینه بودند حکایه می کند، و منافقان را خداوند از همه چقرترین چاه دوزخ را برایشان معین کرده است. و نفاق دیگری داریم که امام قرطبی میگوید و امام ابن رجب و امام ابن حجر اسقلانی این را راجح میدانند، این است که نفاق در عمل، و اینه که ما بیان کردیم، یکی دروغگویی، یکی امانت در امانت خیانت کردن و از در وعده خلاف کردن، اینها در نفاق عملی داخلند. هر نفری که مرتکب اینها می شود گناه کبیره کرده است و در نزد خداوند اگر توبه نکرده از دنیا گذشت جواب خواهد گفت. و امام ابن رجب یک اشاره دیگری هم دارند که اگر ما در این نفاقی که عملی هست، یعنی دروغ گفتن، همین رو ما اگر زیاد انجام دادیم خدای نکرده امکان دارد که ما در نفاق اکبر، همون نفاقی که در ایمان انسان خلل پیدا میکند، در اون داخل میشویم. به این خاطر دوستان گرامی از این
نهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن، از این هشداری که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما کردن احتیاطکار باشیم که در زندگی خود از دروغ پرهیز کنیم، از وعده خلافی پرهیز کنیم، بلکه در وعده خود وفادار باشیم. و پیامبر رحمت این چنین وعده ها کردن، ضمانت دادن که هر نفر در امانت اگر پاسدار است، در وعده خودش پاسدار است، وفاگی بر وعده خودش میکند، صاحب جنت خواهد شد. الله مهربان هر یک من و شما را توفیق بندگی عنایت کند که در زندگی راستگو باشیم، از صدیقین باشیم و در وعده خود وفادار باشیم و در امانت خود امانت را پاسدار باشیم و هیچ وقت به دشنام و تحقیر زبان خود را آلوده نسازیم. و یک شما را به الله جبار می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.